بوی تخم مرغ هم نمیده. بو چی میده پس؟ چقدر با کلاس. آقا آدم پیتزا رو اینقدر با عشق نمیخوره که تخم مرغ با عشق میخوره. 263 کالری، 32 گرم پروتئین. اگه شما هم جزو کسایی هستین که تو دوره حجمین و خب باید تخم مرغ زیاد بخوری ولی از خوردن تخم مرغ خسته شدی، بیا بریم با هم دیگه اینو درست کنیم ببینم چه جوریه. اگه خوب بود دستورش انجام بدین، شما هم درست کنین عشق کنین. اگه نبود که هیچی. من 2 تا تخم مرغ سوخت دادم. من پودینگ دوست دارم، شکلات هم دوست دارم. وای باحال خودم اگه بچه بریم. دستورش همین بود. من دارم از رو دستورش میرم جلو همینجوری. پیمانه پودر شکلات که من به جاش دارم وی میریزم، 1/4 شیر، 1/4 شکر که یه خورده بیشتر از 1/4 اسم میکنم. اگه بو تخم مرغ بگیره شکست عشق میخورم. تخم مرغ پوست میگیریم. بیا کمکم. پوست بگی 2 تا دونه بیشتره. 2 تا تخم مرغ داریم. چرا نمیشکنه؟ قطع کن یکیشو. پرت کنم؟ خدا میفته میتره که مامان. به پلشت کوچولو بیا اینجا. بکن دارم چی درست میکنم؟ یه بوس بده برو. دارم میخوام الان تستش کنم ولی میخوام ببینم بافتش که اونجوری بشه چجوری میشه. این قرار پودینگ شه. این بره تو یخچال یکم دیگه درش بیارم. من 2 ساعت گذاشتمش تو یخچال و برگام صفر شد. تقریبا همون بافتیه که میخواستم. مزهش مهمه. بیا امتحانش کنیم. مزه تخم مرغ اصلا نمیده. بوی زخم تخم مرغ نداره. خیلی خوبه. سیر کننده هم هست تا حدودی. درست کنین نوش جون.